سلام دوستان، به کانالم خوش آمدین. امروز اومدیم با یه ویدیویی که خب با کاربردی هستش واسهتون، یعنی میتونید ازش استفاده کنین. نصب کردن ویندوز روی مکبوک. حالا مکبوکی که ما داریم مکبوک پرو 2012 که میخوایم روش ویندوز نصب کنیم. مک او اس کاتالینا روش نصب بودش که خب حالا کندی داشتش. حالا خیلی از نرم افزارا رو نمیشد نصب کرد، خیلی از بازی‌ها رو نمیشد روش نصب کرد. و اینکه اینو در نظر داشته باشین که مک هایی که سری اینتل هستن و میشه روشون ویندوز نصب کرد و خیلی اوکی بود بالا. حالا اون چیپست خود اپل هم اگه داشته باشه رو نمیدونم، ولی تا اونجایی که من میدونم بهینه ترین حالتش که بتونن ازش استفاده کنین روی سری اینتله که این خودش i5 نسل 2، i5 نسل 3 هم هستش، i5 نسل 2 هم هستش. خب اولین چیزایی که نیاز داریم یه دونه فلشه، یه دونه ویندوز. بعد بریم داخل مرورگر بگردین دانلود کنین. مثلا سرچ میکنین دانلود ویندوز 10، سایت صاف 98 یا سایت های دیگه میتونین بریم بشینین دانلودش کنین. مثلا ورژن 64 که بگیریم بهتون چند تا فایل رر میده که روشون سلکت آل میکنین، بعد از دانلودش رو استرکتش میکنین بهتون یه دونه فایل ایزو میده. بعد نیاز به یک نرم افزار دیگه که دارین، نرم افزار وینتوی واسه بوت کردن چیتونه، واسه بوت کردن ویندوزتون، یعنی فلشتون که ویندوز بزنید توش تا بتونید نصب کنید. وینتوی دانلود. از اولین سایت میتونید دانلودش بکنید، رایگانه. خیلی بذارید من اینو استرکتش کنم. بعد قشنگ اینجا پسوردشو میزنید، استرکت که شدش بهتون یه همچین فایلی میده. نیاز به نصب خاصی نداره. روی تو دیسکو میزنید، مور اینفو رو کلیک میکنید که اجازه چی میخواد ازتون. اونجا دونت ران رو نزنید، اشتباهی ران انیوی رو بزنید و یه همچین صفحه بهتون نشون میده. فلشی که بهش وصل میکنید، حالا اینجا فلش ببینید من یه دونه هارد استرنالم بهش وصله، یه دونه فلش الان اینجا وصل کردم 16 گیگه. روی در حال حاضر ببینین MBR GPT. خب ما به چه چیزی نیاز داریم واسه نصب کردن رو این؟ باید MBR باشه، یعنی حالت GPT نباید باشه. پس میایم روی آپشن کلیک میکنیم، از روی استایل چی انتخاب میکنیم؟ MBR انتخاب میکنیم. بعد از اینکه هارد دیسکمون رو اینجا انتخاب کردیم، اینستال رو میزنیم تا بتونه بوتیبل کنه به شکل MBR به ما بده. GPT نباید بشه، MBR باید بشه. خب برای زودتون بسیم، حالا من این کار از قبل انجام داده داشتم. فلش هم که کانکت شدش وینتوی، یه دونه فولدر داشتم داخلش، فایل ویندوز 10 هم داخلش گذاشتم که بتونم ازش استفاده کنم. بعدش حالا میریم روی خود مکبوک، بهتون نشون میدم کدوم دکمه ها رو بزنید که وارد بوتیبلش بشید که بتونید ویندوز رو نصب کنید. خب دو تا فلش داریم اینجا، یه دونه MBR یه دونه GPT. ولی خب واسه نصب روی مکبوک نیاز به چی داریم؟ نیاز به MBR داریم. فلش رو متصل میکنیم، اگه متصل بشه کابلان مزاحمن. خب بعدش روشنش میکنیم مکبوک رو و دکمه آپشن و اینو با هم میزنیم. خب صفحه وینتوی اومده و حالا ادامه مرحله نصبش هم شبیه ویندوز عادیه دیگه. اینتر رو میزنید و میره داخل واسه نصب ویندوز. ادامهش واسهتون ریکورد مجزا میگیرم. خب دوستان عزیز، بعد از اینکه ویندوز نصب کردیم نیاز به نصب درایوره. خب درایور رو میخوایم نصب کنیم، باید چیکار کنیم؟ باید بریم داخل سایت خود اپل. وارد سایت اپل که بخوایم بشیم، حالا داخل دیسکریپشن واسهتون میذارم، آدرسش هم اینه، داخل ویدیو هم میبینید، میتونید همین اصلا تایپ کنید. اینتر میکنین روی حالا ورژن های چیزی که دارید، ایپاد، دیسپلی آیپد، چیه، ما که مثلا بیس کارمون مک. خب اینجا روی شو مور میزنیم، اینجا تمامی مدل های مک رو میگه که بتونید درایورش دانلود کنی، یعنی خود سایت اپل چنین چیزی رو داده بهتون. حالا واسه ما مکبوک 2012 دیگه 13 اینچ، مکبوک 2014 اینجا پایین ترش که بیایم بهتون زیاد این 13 و 12 مکبوک پرو 2012 همین. روش که کلیک کنیم به ما چند تا چیز نشون میده. مک او اس رو نشون میده، مکبوک پرو، حالا اینفوشو میتونین اینجا ببینید، یا اینکه سافتور آپدیتش واسه ویندوز. از اینجا کلیک میکنین و روی دانلود
واسه دانلودش از اینجا میتونید اقدام کنید که هولوش 1 گیگ هستش یا حجم بالاتر یا پایینتر میتونید دانلودش رو انجام بدید. من این حالا از قبل دانلود کردم. میریم روی مک بوک، از اونجا بهتون نشون میدم که چه جوری باید ادامه مراحل بریم. خب رفتیم روی خود مک بوک. الان اسکرین مک بوک رو دارین، الان دارین میبینین که ویندوز نصب شده. بعد همه چیز حالت عادیه. پراپرتیز هم میگیرین ازش، کانفیگش قشنگ بهتون نشون میده. آی5 به نسل 2 همونجوری که گفتیم، حالا رمش 4. بعد براتون برسونم که داخل منیج که برین، داخل دیوایس منیجر که برین، اونجا بهتون نشون میده که درایورها خیلی از درایوراش نصب نیستش در حال حاضر. همونجوری که گفتیم رفتیم داخل سایت اپل دانلودش کردیم. اینجا این فایل رو استرکت میکنیم، اون فایلی که دانلود کردیم نسبت به همون مدل مک بوکمون. بعد از اینکه دانلود کردیم یه فایلی به ما میده، بوت کمپ رو باید چیکار کنیم؟ ستاپش رو ران میکنیم. این خودش تشخیص میده چه درایورایی نیاز داره دانلود بشه یا آپگرید بشه، خودش انجام میده. و در نهایت الان ببینید داره انویدیا رو نصب میکنه. مک بوک 2012 به صورت i5 و i3 سری اینتلش که مثلا هستش، i5 نسل مثلا نسل 2 گرافیکش 3000 اینتله، ولی نسل 3 4000 اینتله. همونجوری که میبینید این همه چی داره آنالیز میکنه. مثلا الان میتونیم اینجا سرچ کنیم کامرا. تازه من قبل اینکه چی کنم کامرا رو باز نمیکرد، الان ببینین کامرا رو داره. بعد یک کم باید صبر کنیم دیگه. ریلتک آودیوشو داره چک میکنه، صداشو داره چک میکنه، میکروفونشو. حالا خودتون میتونید اینا رو داخل ساوند میکسر یا داخل خود قسمت ساوند سیتینگ ببینین. الان رفتش دوباره کانکت شدش. اینجا الان میبینید صدای چی، من روش دست میکشم، دست نمیشه به ضربه. خب همه چیش اوکیه تا اینجا. خب اینا رو هم دیگه میتونیم آنپین کنیم دیگه، چیز واجبی نیستش که شلوغ میشه. حالا خودتون سلیقه دیگه، خیلی دوست دارن این اتفاق بیفته، خیلی دوست ندارن این اتفاق بیفته، سلیقه شون. تمامی نرم افزار ویندوز روشون نصب میشه بدون هیچ مشکل، بدون هیچ مشکلی نصب میشه. و اینکه اگه الان لنشو داشت آپگرید میکرد که صفحه رفت و اومد، الان هم داره گرافیکشو داره نصب میکنه که صفحه رفته. رو خود مک بوک هم صفحه الان صفحه نشون داده نمیشه، پس صفحه سیاه شده. مک بوک الان سمت راست من الان ریموت هم روش با یه نرم افزاری. خب الان اومد. خب همونجوری که میبینید اصلا رزولوشنش رفت بالا. دیسپلی میریم داخل این که روی 1280 100، بعد اینجا 60 خوبه، 13 این 60 داره میده. بعد فینیشش هم میزنید و تمام شد. اینجا میگه ریستارت میخواد سیستم ریستارت کنید یا خیر. حالا من ریستارتش میکنم. بعد ادامهش لود شدش دوباره ویدیو رو از حالت پوز در میارم که ببینید. خب الان ویندوز بالا اومدش روی مک بوک. حالا این ویندوز چی جوری لود میشه روی مک بوک هم بهتون نشون میدم. حالت اولش که مثلا بخواد لود بشه آیکون اپل رو نشون میده و زیرش یه چیز پر میشه که مک او اس تون رو لود کنه، ولی الان صفحه سفید میشه، بعدش خودش بوت میکنه روی ویندوزتون. خب حالا یه دیوایس منیجرش هم ببینیم که اینجا واسهتون تازه قبلا نصب نشده بود، الان میبینید که همش نصب شده و اوکیه، در حالت استیبله. این هم از این ویدیو. امیدوارم که مورد استفاده همه دوستان قرار بگیره. بهترین ها رو واسهتون آرزو میکنم. چنلمون هم سابسکرایب کنید. فعلا خدا نگهدار.